ممکن است یک نفر بدون ارتش کمر ابرقدرت شرق را بشکند. رازی در این دره هست که در هیچ کتاب تاریخی ننوشتند. امروز می‌خواهیم نقشه جنگی را باز کنیم که بزرگترین دانشگاه‌های نظامی جهان هنوز در حال تدریس آن هستند. داستان مردی که شکست خوردن را بلد نبود. 115,000 سرباز تا دندان مسلح، هزاران تانک و بزرگترین نیروی هوایی جهان. همه اینها آمدند تا یک دره کوچک و یک دانشجوی معماری را تسلیم کنند. آنها فکر می‌کردند این کار 24 ساعت طول می‌کشد، اما آن 24 ساعت 9 سال طول کشید. 9 بار حمله کردند، 9 بار تحقیر شدند و 9 بار در جهنمی که این مرد برایشان ساخته بود متوقف شدند. برای اینکه بفهمیم چطور یک دانشجو تبدیل به کابوس ابرقدرت‌ها شد، باید به سالهای قبل از جنگ برگردیم. اواخر دهه 50 خورشیدی است. کابل آرام به نظر می رسد، اما طوفان در راه است. احمد شاه مسعود در آن زمان یک فرمانده نظامی نبود. او جوانی بود عاشق ادبیات و شعر که در پلی‌تکنیک کابل مهندسی و معماری می خواند. دوستانش او را کسی می شناختند که همیشه کتابی در دست داشت و رویای ساختن و آبادانی در سر داشت. او می توانست مثل خیلی های دیگر به اروپا برود و زندگی آرامی داشته باشد، اما سرنوشت خواب دیگری دیده بود. وقتی سایه سنگین بیگانگان بر سر کشور افتاد، مسعود کتاب‌های مهندسی را زمین گذاشت و راهی کوهستان شد. اما او با دست خالی به پنجشیر نرفت. او با یک ذهنیت مهندسی برگشت. تفاوت اصلی مسعود با دیگر فرماندهان تاریخ این بود که او جنگ را مثل یک پروژه دقیق ریاضی میدید. او میدانست که پنجشیر فقط یک خانه نیست. پنجشیر یک دژ طبیعی است که برای دفاع طراحی شده. این دره که حدود 1000 کیلومتر طول دارد توسط کوههای احاطه شده که ارتفاعشان به 5000 متر میرسد. مسعود فهمید که اگر این جغرافیا را کنترل کند میتواند ارتشی 100 برابر بزرگتر از خودش را زمینگیر کند. طرف مقابل اهمیت پنجشیر را میدانست. این دره گلوگاه حیاتی افغانستان بود. بزرگراه سالنگ که کابل را به مرزهای شمالی وصل می‌کرد از کنار این دره می‌گذشت. هر کس پنجشیر را داشت، شاهرگ حیاتی ارتش را در دست داشت. بنابراین آنها تصمیم گرفتند از استراتژی زمین سوخته استفاده کنند تا مسعود جایی برای پنهان شدن نداشته باشد. اما آنها نبوغ